سلام، امیدوارم که حال همتون عالی باشه. به یک دیگه از ولاگای ما خیلی خیلی خوش اومدید. یه سلام ویژه به دوستایی که تازه وارد کانال ما شدن. ممنونم از حمایتاتون. مرسی که با کامنت های زیباتون به همون انرژی میدین. مرسی که کانال ما به اشتراک میذارین. ممنونم از همتون. امروز قرار شده که با بهرام و الهه بریم فرش جهیزی الهه رو بگیریم و بیاییم. امیدوارم که امروزم با من همراه باشید. خب ما آماده شدیم بریم استارت جهیزیه الهه رو بزنیم. البته استارتش رو زدیم، وسیله های بزرگ و الان میخوایم بریم فرش ببینیم. اگه پسند کنیم فرش های الهه رو بخریم. آقا بهرام، خب جیب آقا بهرام هم که ایشالله حالش خیلی خوبه. دقیقاً داریم میریم فرش ببینیم ایشالله که نه به فرش قرمز، نه به فرش قرمز، نه تیره. میریم که فرش اصیل تبریز آذربایجان رو با شما عزیزان ببینیم. همیشه زیر پاست. نه فرش زیاد گیرم خونه رو دلگیر میکنه دیگه. اینا سن سال ما نیستن که. من خودم فرش قرمز خیلی دوست دارم، بعد الهه ولی فرش قرمز دوست نداره. شاید حالا رفت یه چیزی پسند که مثلا قرمز هم توش باشه. حالا بریم الهه باید که فرش سفید بخره، همیشه تو گالشویی باشه. همیشه آقا بیایم ببر فرش ما رو بشور. قدیم نیست که خونه ها رفت آمد بیشتر بود، فرش ها بیشتر خودشون جو تو خونه هستن، هی میان خودشون از صبح میرن شب میاد دیگه. باش حالا بریم ببینیم چی میشه. ببینیم که الهه خودش چی میپسنده. ولی فرش های تبریز نظر منه، ولی الهه ببینیم چی میپسنده. اینو انتخاب رشته‌مو میگفتی اولویت اول چیز تجربی، بعد هر چی که دوست داری. حالا بریم ببینیم که به من باشه از اون فرش نازوکا هستن اینجوری مثل شال تا میکنی هر جا میخوای میبری. اسمش نمیدونم چیه. فرش ابریشما؟ نه آره اونا فرش ابریشم هم پلاستیکی هم. نه ابریشم که خیلی گرون در میاد، 400 500 تکان در میاد. آره اونی که من میگم نمیدونم بر اصفهانه کجاست. یه بارم تو نمایشگاه رفتیم. پلاستیک هم اینا. اونا ماشینی هست. آره فرش ماشینی نه حیفه. دختر اصیل تبریز باید فرش اصیل تبریز جهازیه ببره. البته باید نه، ولی خب دیگه. حالا بریم ببینیم که چی میپسند لیلی جون. اومدیم بازار فرش. فرش های دستبافه، فرش آذر شهره. ماهی هستن، فرش ماهی. این هم خوشگلن الهه. ولی الهه عاشق این فرش هست. این هم خیلی خوشگله. Niye vardı? Aşçılara mı alıyorsun? Ne فرش های آذر شهر هستن. رنگ قرمزشه. Film yoksa hakikaten bu film ya. Bu çimengelemler şahsidir. Ne güzel öyle. Bu ne şahsidir. Yoksa da qabiliyyətin hangisini bəyənərsiniz? Rəngamizlər də tonda rojan biləndə fərqlidir. Açıq. Bunlar biri qalır. Biri satılıb, biri qalır. Hə, şişməkçisi qalır. O su aşağıda. Tadili var, meşəban var. Sonuçta Əsər, hə şişməkçisi qaldı ha. 6 kimi.
مهد جزالده ها رنگ بندش طوریه که لبه هر چیدمانی میاد. بابا چه کلیسیه چه اینم یه تابلوی خوشگل. خب میگه اینا عمرشون زیاده، که برای استفاده میخوای باید از این فرشا برداری. فرش دست بافته دست. اینجا هم کلن فرشای دست بافته تبریز هریس. ولی قاب göz bəyənməzdir. Bu məsələn üstə əzim Begin kremisidir. Bir tən nəqşə istəsəz, o vardı. Bunun tacili tədad rəngdə yuxarıdır. Bu nəqşədə də bunu tutu 150 tüməndir. Əfşan. Məsəllər var. Tutu 150 tümən. Bu da tamam kremdir. Çok güzeldi lahap. Bu hem rizterdir, rizbafterdir. Hem ipsapeyi nisbet olmuşlar yukarıdır. لباسای این خیلی خوشگله. بازم به الهه بستگی داره که چه فرشی رو بپسنده. ما که از این فرش خیلی خوشمون اومد. Bak kuştan çok güzel olmuş. Bunlar ne çadılar? O da 240 idi. Bu da Oliyan nəqşəsidir. Bu 200 tüməndir. Bu xətimin tərhicədir. Həm uzun turuşdur, həm də doqun tərhicədir. Çok güzel. Bunlar neçəyə çıxır? 235 tane. Bu nəqşə özü yuxarı nəqşə. Bu nəqşənin bir ayrı modeldə vardı. Neçək deyirlər bura. Bunlar əbrişəm olar. Bunun şey nəq toxunu, bunun şey əbrişəmdir. Bu kuhu nəqşəsi. Nəqşə kuhi. Da çok güzel. Bu da markda. 16 16'ya satmış. Satmışsınız? Veririm. Yol beğensin diye ne olur? Bu verirsen bir de bir ayrısın. Yok, o baxaq da. Güzel. Bu neçəyə çıxır? Bu da 234. Yaxşı bir dör baxaq elə ha. Bundan aşağıda açına. خب ما موفقیت آمیز بود. الهه خانم پسندید. حالا بریم ببینیم تو قیمت ها کنار میاییم یا نه. آقا بهرام داره با فروشنده حرف میزنه. الهه خانم اینا هم که فکر کنم فرش ماشینی هستن. آره ولی واقعا فرشای دستبافت تبریز حرف نداره، مخصوصا هریس و این تابلو فرشای زیبا همشون فوق‌العاده زیبا هستن. خب ما فرشامون رو تحویل گرفتیم. ماشین رو برداد. مرسی. خب فرشا جا نشد به ماشین، آوردیم که اینجا تا کنیم بعد ببریم خونه. یا سومات Biz Qəttəmala tanınmışıq. Ucuz qoydular saxlanılmış. Ne mənə? Ucuz. Soruş da.
تا کردن فرش رو به آقا بهرام آموزش بده. Filmin götürürəm ki, yadımdan çıxmaz. Düz vəsət öncə düzü vura. Axı niyə bizim əlimizdə bu üçün cəmbəndə fərq edər? Allah sağ olsun. Təşəkkür. Məmnunam. Sağ olasın. Öyrəşdin, yad گرفتی. Yok baba. ما فرشامون رو تحویل گرفتیم. فردای اون روزی که رفتیم فرشا رو دیدیم اومدیم بازم مغازه، چون دیگه تو ماشین جا نمیشد، الهه رو نیاوردیم. آقا بهرام سلام بر همراهان عزیز، امیدوارم سلامت باشید، خوب باشید. ولی واقعا خانم اینا هم کارشون خوب بود، چند جا رفتیم نتونستیم بخریم، البته نتونستیم بخریم چون نتونستیم بفروشن، ولی اینا کارشون درست کار بود، بلد بودن، واقعا میتونستن، حرفشون زبون مشتری رو قشنگ بلد بودن، کارشون هم خیلی خوب بود، با انصاف بودن. بعد مشتری چی میگم؟ مشتری مداری دیگه. آره مشتری مداری، واقعا انسانای خوبی بودن. انشالله که همه بچه ها خوشبخت بشن. انشالله چه مبارک اله خانم باشه. آره انشالله که جیب همه پدرها، انشالله جیب همه باباها پر پول باشه، شرمنده بچه هاشون نباشن انشالله هیچ پدر و مادری. ممنونم که تا آخر این ویدیو هم با ما همراه بودید. مرسی از نگاه های زیباتون. خدا حافظ.